بازیکن به میدان آمدن در نیمه دوم تا حالا پژمان نوری. اولین حرکت، فرصت داره نوری به سمت دروازه استقلال. خوب جلو رفت، پگاه خواهد رفت. یه فرار سریع دیگه، فرصت برای استقلالی ها. فرصت هست، حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. داور در سوت خودش میزنه یا نه. نگاه کنید پاس آرش برهانی برای مجدی و تکلی که واقعا سپهر حیدری زد. در عرض عوض میکنه با پژمان نوری در دقیقه 56 بازی. نوری یه دریبل خوب میزنه، حالا فرصت برای شوت او، ضربه هم میزنه با وحید طالبلو که واکنش قشنگی رو نشان میده. نواز آمار خوبی نیست برای فوتبال ما. روانخواه حالا او یه شوت میزنه توی دروازه. امید رضا روانخواه دروازه رو باز میکنه. استقلال 1 پرسپولیس 0. بادامکی خواهد زد. سانتر توپ روی دروازه، طالبلو، فرصت برای پرسپولیس. نوازی توپو دور میکنه ولی حالا فرصت هست برای نیک بخت در محوطه جریمه. حالا فرصت برای این تیم، نصرتی به بیرون، یه ضربه دیگه و توپ به کنار دروازه میره. محسن سعید لطفی جلوشو گرفت، با 1 و 2 جا گذاشتن لطفی رو. یه ضربه، فرصت برای باقری، ضربه رو میزنه اونجا، فرصت هست برای پرسپولیس و وحید طالبلو. فرصت خوبی داره جباری برای سانت. جالبه که نگه داشته توپو، حالا رد میشه، وارد محوطه جریمه میشه، فرصت داره، ضربه رو هم میزنه. فرصت با جدیت بازی میکنه. نوری روی دروازه میفرسته، ضربه، فرصت برای پرسپولیس و وحید طالبلو. عجب توپی رو میگیره طالبلو و عجب گلی رو باز هم مجتبی جباری. سانتر دوباره او، ضربه سر نصرتی که انصافا خوب این توپا رو میزنه. یه شوت از راه دور، محمد نوازی. بهادر عبدی به بازی خواهد رفت. باز هم سانت، باز هم ضربه و حالا توی دروازه محسن خلیلی گل مساوی رو میزنه. بالاخره از سانترهای خودش افشین قطبی نتیجه گرفت. رکیب استقلال میکنه، بلند میندازه توپو، میرفت که دروازه باز بشه. اونجا آخرین لحظه بود که رودباریان توپو گرفت.